به نام الله بخشنده و مهربان. برادران و خواهران گرامی، امروز می خواهم به شما یک قصه واقعی را نقل کنم. یک مردی کلان سال بود، فقط در صف اول در پشت امام ایستاده نماز می خواند. یک روز بعد از نماز عصر کوشش کرد نزد امام بیاید تا اینکه خودش را به امام رساند و امام از کار این مرد تعجب کرد، در حالی که امام بعد از نماز تسبیح و ذکر می گفت. در نزد امام نشست و گفت: ای امام، می خواهم به من چیز تعلیم دهی که از آن فایده گیرم، هر چیزی که باشد، تا که الله به من ثواب دهد. امام می گوید: من به این مرد چی گویم؟ چی تعلیم دهم؟ امام می گوید: فکر کردم الله به من الهام کرد حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یادم آمد که می گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. یعنی دو کلمه هست که در زبان گفتنش آسان است، در روز قیامت در ترازوی عمل وزنین است و در الله مهربان چقدر دوست داشتنی است. چی است؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. امام میگوید: گفتم ای امک. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همین حدیث را میگوید. مرد گفت: پسرم، باز تکرار کن چند بار تا که از یاد کنم. امام میگوید: چند بار تکرار کردم تا که گفت بس است، از یاد کردم. پیرمرد بعد از اینکه از مسجد بیرون شد، در هر جایی که در هر توی و محفل و مجلسی که می نشست می گفت: ای برادرانم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید: کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. حتی زنها و دختران به نزدش می آمدند و سلام می دادند و همین حدیث را به آنها هم تکرار می کرد. در هر جا که باشد، حتی در خانه اش، هنگامی که خویش و تبارش به نزدش به عیادتش می آمدند، خبرگیری می آمدند، همین حدیث را به آنها می گفت. پیرمرد یک وقت بیماری سخت شد، در بیمارخانه افتید، با فشار خون چند مدت در آنجا بیاد و بیهوش خواب رفت. تمام خویش و اقربایش به عیادتش می آمدند، بیهوش خواب بود. یک روز همه در گردش جمع شده بودند، حتی دختری کلان هم آنجا بود. بعد از چند مدتی بیهوشی یک باره چشمانش را گشاد. همه خرسند شدند که به هوش آمد. دکتر به وی نزدیک شد که گفت: ای دکتر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند: کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. همین را به دکتر ذکر کرد و تکرار کرد. بعد جان را به حق تسلیم کرد با همین کلمه هایی که الله را فقط به همین کلمه ها دعا و ذکر یاد می کرد. تو هم ای برادر و خواهر مسلمان،
همیشه همین کلمه ها را در زبان تکرار کن و به دل صدقاً یاد الله کن تا که در روز قیامت در ترازوی عمل وزنین شود و الله مهربان به سبب همین دو کلمه سبب نجات ما و شما از آتش دوزخ و داخل شدن در بهشت جاودانی گردانده باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.